اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره النجم است. مکیتون. این سوره مبارکه در مکه مکرمه نازل شده و یا هم قبل از هجرت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و النجم، الله متعال قسم یاد میکنه که و النجم و قسم است به ستاره. اذا هوا، وقتی که ای بیفتد و یا امو شیطان ها را مورد حمله قرار بده و بزنه. کلمه هوا به معنای افتادن و سقوط هم است و کلمه هوا به معنای زدن است که چی میکنن امو شیطان ها را که وقتی میخوان احوال آسمان سرقت بکنن اونا را مورد حمله قرار میده. وقتی که الله متعال قسم یاد کرد میگه ما ضل صاحبکم و ما غوا، گمراه نشده صاحبتان و ما غوا و به راه غلط هم نرفته. فرق بین ضله و غوا چیست؟ میشه یکی از سوالات امتحان باشه که فرق بین ضله و غوا چیست. شما میگن که ضله کسی است که گمراهی را به اساس بی‌علمی اختیار میکنه، یعنی گمراه شده علم نداره. وقتی که یک نفر علم نداشت گمراه شد او را ضال میگن، گمراه میگن. و غوا کسی است که علم داشته باشه با وجود علم گمراهی را اختیار میکنه. پس الله متعال میگه که این پیغمبر شما نه این قسم است که علم نداشته باشه برای غلط رفته باشه و یا ای که عالم باشه برای غلط رفته باشه. این شهادت الله است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از هر دو عیب پاک است. بناهن این پیغمبر ما و ما ینطق عن الهوا، نطق نمیکنه عن الهوا، از هوا و خواهش نفس خود. در این سوره مبارکه در حقیقت شخصیت عالی رسول الله صلی الله علیه و سلم معرفی میکنه و به شکل معرفی میکنه که خالق متعال قسم یاد میکنه که و نجم، قسم است به او ستاره هایی که میفتند و دشمنای الله را اونا مورد هجوم قرار میتن. شهاب ثاقب که ما و شما میگیم، الله متعال شهادت میده که این پیغمبر که رسول الله صلی الله علیه و سلم است گمراه نشده به اساس بی‌علمی، چون الله را امی قسم که وعلم آدم الاسماء کلها، آدم علیه السلام هم در اول چی بود؟ امی بود، چیز را نمیفهمید، لکن الله متعال نامهای مختلف برش یاد داد و گفت علم، تعلیم داد. رسول الله صلی الله علیه و سلم الله متعال تعلیم داد و 23 سال رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن و سنت از جبریل امین علیه السلام به شکل وحی چی میکرد؟ میگرفت. این پیغمبر و ما ینطق عن الهوا، سخن نمیگه از خواهش نفس خود. اینقدر شخصیت عالی هست که هر کلمه‌ای که از زبان از این خارج میشه ای به اساس وحی است و به اساس فهم است که از جانب الله برزی داده شده، اما از خواهش نفس خود هیچ وقت گپ نمیزنه. این هو، باز تاکید میکنه که نیست این سخنای پیغمبر الا وحی یوحا، مگر وحی است که برزی وحی شده است، نازل شده است. از این خاطر دو قسم وحی است، یکی وحی جلی هست که قرآن عظیم شان است و یکی وحی خفی هست که احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میباشه. معلمش کی هست؟ الله متعال نشان میده. معلمش کی هست؟ الله برای ذکر معلم تعلیم که فرستاد که بر رسول الله صلی الله علیه و تعلیم بده، میگه علمه، ایرا خوب تعلیم داد، آموختان. شدید القوا، ملائکه‌ای که بسیار با قوت است، شدید است در قوتش، که جبریل امین علیه السلام است. ذو مره، شخصیت بسیار عالی، زیبا، خوشمنظر و امانتکار جبریل امین علیه السلام است که با امی قوت خود و با امی زیبایی خود
رسول الله صلی الله علیه و سلم تعلیم داد. فاستوا، پس چی شد؟ اما تو قائم شد در اصل صورت و بسیار مساوی و مستوی شد. و هو بالافق الاعلى. ای جبریل امین علیه السلام در کجا بود؟ بالافق الاعلى، در کناره بلند آسمان. ثم، سپس ای جبریل علیه السلام دنا نزدیک شد. فتدلا، و فرود آمد و پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم می آمد. یعنی جبریل علیه السلام همیشه از آسمان دنیا وحی را از امو لوح محفوظ می گرفت و این لوح محفوظ از لوح محفوظ وحی را می گرفت و به رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدت 23 سال برش آورده می رفت. و یک مرتبه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در معراج رفت، باز خود رسول الله صلی الله علیه و سلم بالا رفت و اونجا جبریل امین علیه السلام در چهره اصلیش که در زمین دیده بود باز در اونجا هم میبینه در معراج. فکان قاب قوسین او ادنا، میگه که رسول الله صلی الله علیه و وقتی که در اونجا رفتن در شب معراج در افق اعلا نزدیک شد به رسول الله صلی الله علیه و سلم و پایین آمد. به اندازه میگه جبریل امین در اونجا به رسول الله صلی الله علیه و نزدیک شد مثل قاب قوسین. قاب قوسین یعنی به اندازه 2 قوس. قوس ما شما که تیر داریم، یکی قوس همی کمان میگه، قسمی که مثلا میزنی، مثلا یک تیر تا اونجا میخوره تا اونجای دیگه میخوره، شاید مثلا به اندازه 200 متر یا 100 متر اینی قدر. او ادنا یا نزدیکتر از او پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد، البته با چهره اصلیش در اینجا، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم جبریل امینه بسیار کم به چهره اصلیش میدید. غالبا جبریل امین بس چهره دحیه کلبی یک صحابی بود، به چهره از او متمیامد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم. فاوحا، پس وحی فرستاد امی جبریل امین الى عبده، به بنده الله. اینجا عبده ضمیر به الله راجع است، به بنده الله. ما آنچه را که اوحا وحی فرستاد. ما کذب الفؤاد، دروغ نگفته هست الفؤاد و قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را آنچه را که دیده بود. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم جبریل امین علیه السلام اونجا با چهره اصلیش دید و از این معلوم میشه که همین معراج با جسم و روح رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. چرا بعضی اوقات است یک کسی چشمش یک چیز را میبینه فکر میکنه که اونجا او است، قلبش میگه نه او نیست، غلط کردی. بعضی اوقات در قلب خود انسان یک گپ دور میته، میگی که مثلا والله امیل بر ما این سر گلاس عسل است، قلب میگه عسل باشد، چشم باز میگه نه این عسل نیست، خواهو است. اینال اما ای که هم چشم را تایید بکنه و هم قلب، یک حقیقت 100% است. الله متعال میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم در شب معراج جبریل امین علیه السلام در اونجا به شکل دید که ایره قلبش هم دروغ نپنداشت و چشمش هم. افتمارونه علی ما یرا، آیا شما مجادله میکنین با امرای رسول الله صلی الله علیه و در آنچه که او دیده بود؟ ولقد رآه نزلة اخرى، و دید جبریل امین علیه السلام نزلة اخرى، مرتبه دیگه. یک دفعه جبریل علیه السلام دمو کوی جبل النور که است در غار حرا، در اونجا وقتی که دیدش نه که گفت نشسته بود جبریل امین در چوکی که قدمهایش در زمین میخورد و سرش در آسمان، یعنی بسیار بزرگ بود. و نزلة اخرى، مرتبه دیگه که جبریل امین علیه السلام میبینه، ایره در کجا میبینه؟ عند سدرة المنتهى، در نزد سدرة المنتهى. سدرة المنتهى در کجا هست؟ میگه در جایی است که عندها جنت المأوا، در موجه جنت مأوا هست، یعنی بالاتر از آسمان هفتم، بالاتر از آسمان هفتم سدرة المنتهى هست و در اونجا جنت مأوا هم است. از یخش صدرت ما یخشا، وقتی که پوشانده بود امی صدره. صدره یک درخت است
ما آنچه که یخشا پوشانده هست، یکی صدر دنیوی هست، یکی صدر آسمانی هست، یکی صدر زمینی هست. این صدر آسمانی هست که میگه برگ های ازی بسیار بزرگ است. ما زاغ البصر و ما طغى، و میگه ای رسول الله صلی الله علیه و آن قدر با ادب بود که چشمای خود کش ای طرف او طرف نمیکرد. و ما طغى، و از حد هم تجاوز نمیکرد. یعنی بعضی کساست وقتی که در یک جای نو برم باز ور خطا می باشه، میره اونجا را سل میکنه، اونجا را سل تو بیا اینجا را سل کنیم، اینجا را سل کنیم. میگه رسول الله صلی الله علیه و با شخصیت بسیار عالی بود، دیگه زیادی طرف سل نمیکرد و بسیار بیجا از حد نمیگذشت، اما قدر که الله برش حکم میکرد که اینجا برین، اینجا بشینین، اینجا را ببینین. لقد رأى، یقینا میگه ای رسول الله صلی الله علیه و دید، من آیات ربه، از نشانه های پروردگارش را، که الکبرى، نشانه های قدرت بسیار بزرگ الله را رسول الله صلی الله علیه و دید. این هست شخصیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. آلی را مقایسه میکنه با امرای مردمای بیدین و میگه که شما چی را دیدین؟ افرأیتم اللات و العزی، آیا شما لات نام یک بود ایره لات نامش مانده بودن، دیگر یا عزا مانده بودن، و سیومیش و منات الثالثه، سیومیش منات مانده بودن، و منات الثالثه الاخرى. آیا شما یا را دیدین؟ این مردمای بیدین این مجسمه ها را ساخته بودن به شکل خانم ها میگفتن، یا نامای زنانه سرشان مانده بودن. مثلا کلمه اله مؤنثش لات جور کرده بودن، کلمه عزیز مؤنثش عزا جور کرده بودن، کلمه منان مؤنثش چی جور کرده بودن؟ منات جور کرده بودن. الکم الذکر، آیا بر شما فرزند از خودتان نامهای مردانه را میمانین و خودتان خواستگار از این هستین که فرزند مذکر داشته باشین؟ وله الانثى، و به الله نسبت میتین نامهای مؤنثه. تلک اذن قسمت دیزا، یقینا که این یک تقسیم ظالمانه هست. ان هی نیست امین نامها الا اسماء، مگر نامهایی است که سمیتموها انتم، شما این نامگذاری کردین، و آباؤکم، و پدرانتان نامگذاری کردن، ما انزل الله بها من سلطان، و این نامها الله کدام دلیل نفرستاده است. مردم های بیدین چه عادت دارن؟ این یتبعون الا الظن، اینا متابعت نمیکنن مگر از خیال و گمان، همیشه در عالم خیال زندگی میکنن. و ما تهوی الانفس، و از چی پیروی میکنن؟ از آنچه که نفسهایشان برشان شهوترانی میکنن. از این خاطر انسانهای بیدین همی صفتش است که نامهای رنگارنگ برای الله اختیار میکنه. از این خاطر انسان باید نامهای الله بسیار احتیاط بکنه، فقط امون نامها را به الله بگویه که در قرآن و سنت ثابت است. این نامهای عاشق و معشوق و خمار و مچم خدا و گاد و تختن و ایگه پاک است. بسیار انسان باید این قسمت ها چی داشته باشه؟ محتاط باشه، چون نامهای الله توقیفی هست. با مو اکتفا بکن که در قرآن و سنت آمده، اضافه از دل خود نگو. حتی ضرور نیست که باید از ترجمهش استفاده کنی، اصل نام استفاده بکن. الله الرحمن، الله، نام الله الله هست، خودش بر ما گفته. الرحمن، الرحیم، القدوس. اما اگر کسایی از دل خود نامهای را اختیار میکنه که حتی نامهای مؤنث، متاسفانه امروز در افغانستان بسیاری کسا الهه نام دخترای خود میمونه، یا ملائکه را فرشته میگن، نام دختر است. بسیار بیادبی در شأن الله، بیادبی در شأن پیغمبر، ملائکه. آدم بسیار باید احتیاط بکنه. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، هدایت از جانب کی هست؟ میگه ای آمده هست از جانب پروردگارشان هدایت. قرآن بخوان، سنت بخوان، و آنچه که الله به خود کدام نامی را گفته، کدام صفت را گفته، امو را تو هم بگو. عمل الانسان ما تمنا، یا برای انسان آنچه که او تمنا میکنه. فلله الاخرة والاولی، اول و آخر، دنیا و آخرت کلش مخصوص الله هست. و کم من ملک، و بسیار زیاد از ملائکه فی السماوات، در آسمان ها، لا تغنی شفاعتهم شیئا، که هیچ فایده نمیرسانه شفاعت از اونا، الا مگر من بعد ان یأذن الله، مگر ای که الله اجازه بده. در شفاعت سه اصل است. در شفاعت سه اصل اساسی است که باید انسان یاد داشته باشه. اول
رضایت الله از شفاعت کننده. پس هر کس شفاعت کردن نمیتونه مگر کسی که الله از او راضی هست. نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین، بعضی از علما، بعضی از حافظای قرآن، اینا از کسی که الله راضی بود باز بر از او حق شفاعت میده. یک. دو، شفاعت باید رضایت الله از شفاعت میشدگی، یعنی کسی که از او مثلا شما شفاعت میکنین باید از الله از شما راضی باشه که باز حق بدیدن که شما شفاعت بکنین. البته نمیشه که هر بت و هر درخت و هر چوب و هر سنگ و هر مجسمه و هر قبر بگوییم که شفاعت میکنه. نه، از هر کدامش که الله راضی شد، از هر بندش، نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین، اولیاء الله. دوم، شما بر من شفاعت میکنین باید الله از من راضی باشه که بر تو حق بده که از من شفاعت بکنی. الله از مشرک، از مرتد، از کافر راضی نیست، بناهن در حق از او شفاعت نیست. ولو که پیغمبر بخوام شفاعتش بکنه شفاعت کردن نمیتونه. این دوم. شرط سوم چی است؟ که بر شفاعت کننده اجازه شفاعت داده شد. تو نیست که هر کس بخیزه و چی کنه. نه، وقتی که الله برش. از این خاطر الله متعال میگه که بسیار ملائکه در آسمان ها هستن، لا تغنی شفاعتهم شیئا، اگر شفاعتهم بکنه این ملائکه شفاعتشان منفعت نمیکنه الا من بعد ان یأذن الله، مگر ای که باز الله رو اجازه بده. لمن یشاء، بر هر کسی که بخواه، و یرضا، و راضی از او باشه. حالی بسیاری کسا از بیدین، از گمراه، از فلان است، باز میگه اگر روز قیامت الله مرا قبول نکرد باز من پیغمبر هم میگم شفاعت ما بکن. پیغمبر از کافر شفاعت کردن نمیتونه، از مشرک نمیتونه، از مرتد نمیتونه، ولو که پیغمبر بخوام شفاعت کردن نمیتونه. شفاعت کردن نمیتونه. یک روایت آمده که پیغمبر صلی الله علیه و در مورد کاکایش ای خاص است بر از او شفاعت شمقم میپذیره که کاکایش بسیار بر از خدمت کرده ابو طالب که در عذاب دوزخ سرش کمک تخفیف پیدا میکنه. این خاص همین یک روایت آمده است برازی. اما دیگه کافره، حتی پیغمبر سم اگر بخواد که شفاعت ابو جهل بکنه الله برش اجازه نمیده. ابی ابن سلول بکنه، حتی جنازهش پیغمبر سم میخوان الله آیت قرآن نازل کرد گفتش که جنازهش نخوانی. اگر 100 مرتبه 70 مرتبه برای استغفار کنیم استغفار تا قبول نمیکنن. حتی ابراهیم علیه السلام استغفار شد قسمت پدرش قبول نکرد، گفت نه نمیتونی که برای مغفرت بخوای. پس انسان باید محتاط باشه، ایمان داشته باشه و شفاعت برای مؤمن موحد گناهکار است. که ما شما کل ما مثلا عقیده درست الحمدلله داریم و کوشش میکنیم که در عقیده ما هیچ کدام شرکیات و یگپا و بدعت ها تو را نباشه و در پالوی از این گناهکار هستیم، عاجز هستیم، میشه که مستحق دوزخ شویم برای چند روز، برای چند وقت. باز اونجا الله متعال سر ما و شما رحم میکنه و برای رسول الله صلی الله علیه و برای علمای بزرگوار، برای شهدا، برای مجاهدین، برای نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین، اولیاء الله چی میکنه؟ برای دوستای خود اجازه میده، میگه این بنده بیچاره گناهکار است، حالا چی که میساد دایر یک ماده دوزخ بره، بازو شفاعت میکنه، میگه برام یک روزش به شفاعت از اون، برای از یک عزت است، برای ما یک رحمت است. اما برای هر مشرک و مرتد و کافر و بیدین باز پیغمبر شفاعت کردن نمیتونه. این آیت امیر میگه ان الذين لا يؤمنون بالآخره، میگه کسانی که ایمان به آخرت ندارن، لا يسمون الملائکه تسمیه الانثى، باز بر ملائکه نامهای زنانه را میگذارن. گاهی فرشته میگن و گاهی مثلا نامش نامهای مختلف میگفتن. و ما لهم به من علم، بر از اینا کدام علم نبود. این یتبعون الا الظن، یا مردمایی هستن خیال پرداز. همیشه همین شاعرها و یارا که ببینید در چی زندگی میکنه، در خیال زندگی میکنه، در عالم خیال. خودش ریش سفید از پیر، یگان شاعراز ببینید خدا شرماندهش پیر از کپک، خدا جوان فکر میکنه، نه خدا جوان فکر میکنه. بچه 14 ساله باز میخواد شیرای 14 سالگی رو میگه. بنال چی است؟ میگه این مردم ها که از بسیاریشان خیال پردازی میکنن و در هر چیز از خیال خود گپ میزنن. و این الظن، و الله متعال میگه یقین داشته باشین که این خیال و وهم و گمان ها و خیال پردازی لا یغنی من الحق شیئا، این هیچ منفعت
در مقابل حق نمیتونه کرده، هیچ منفعت نمیرسونه. فاعرض، پس اعراض کن، رو بگردان، عمن تولا، از کسانی که از قرآن و سنت رو میگردانند، عن ذکرنا، از یاد ما رو میگردانند، ولم یرید الا الحیات الدنیا، و نمیخواهند مگر زندگی دنیا. یا همیشه از قرآن، از سنت، از ذکر الله دور هستند، فقط چی میخواهند؟ دنیا طلبی میکنند، دنیا پرستی میکنند. ذالک مبلغهم من العلم، اینمی قدر امو جایی است که اینمی قدر علم داره. چی معنی؟ یعنی مبلغهم من العلم، یاد او جایی که اونا علمیت دارن، فقط در این مسائل دنیایی بسیار دیگه خدا پیش کردن. ذالک مبلغهم، مبلغشان از علم فقط همین دنیایی است. بعضی چیزا کار در دنیا میفهمن، این استایل میفهمم، که مود میفهمم، که مثلا این رواجا را میفهمم، دریشی پوشیدن میفهمم، لباس های دنیایی را میفهمم، و قاشق پنجه را خوب گرفته میتونم. این کل گپش سری نمیاد. یک دو سه تا فلسفه دنیایی را میفهمم، و 4 تا نام خارجی را یاد دارم که این اصلا فلانی مارکس است، و ژان ژاک روسو را مشناسم، پاستور را مشناسم. اینمی کلشان است. اما از آخرت چی هستن؟ هیچ چیز نمیفهمن. نه تنها نمیفهمن، بلکه انکار و منکر و کافر هستن. ان ربک، یقینا که رب تو هو اعلم بمن ضل عن سبیله، بسیار میفهمن او کسایی را که ضل، گمراه شد، عن سبیل، از راهش، و هو اعلم، و الله بسیار خوب میفهمه بمن اهتدا، که کی هدایت شده. هیچ کس خود تزکیه نکنه، الله میفهمه کی هدایت شده و کی گمراه است. ولله ما فی السماوات والارض، و خاص بر الله هست آنچه که در آسمان ها هست، و ما فی الارض، آنچه در زمین است. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، تا جزا بده بر کسایی که اساءوا، بدی کردن، بما عملوا، با آنچه که عمل کردن، و یجزی الذین احسنوا، و پاداش بدهد الله متعال کسان را که احسن، نیکی کردن، بالحسنى، با بسیار نیکی و خصلت خوب. الذين مؤمنای واقعی کسانی هستند که یجتنبون کبائر الاثم، که اجتناب میکنن، خود حفظ میکنن از گناه های کبیره. گناه های کبیره چی است؟ مثل اول در اصل گناه های کبیره شرک است. از شرک، از زنا، از تهمت، از شراب نوشی، از این گناه های کبیره بسیار زیاد است. از این گناه های کبیره خدا اجتناب میکنن. والفواحش، و از کارهای فحش، بی حیایی، بی لباسی، تنگ لباسی، زنا، هم جنسگرایی و غیره. الا لمن، مگر از گناه های کوچک یا گناه های صغیره که بعضی اوقات از پیش انسان سر میزنه. ان ربک، یقینا رب تو کس، واسع المغفره، بسیار مغفرت زیاد داره. هو اعلم، او میدانه، بکن، به شما، بسیار عالم است به حالت شما. اذ انشأکم من الارض، هنگامی که شما را آفرید از زمین. و اذ انتم اجنة فی بطونکم، و همچنان بسیار عالم است وقتی که شما بودین به شکل جنین. اجنه یعنی جنین بودین، فی بطون امهاتکم، در بطنهای مادرهایتان. فلا تزکوا انفسکم، پس شما خودتان خود تزکیه نکنین. بعضی کسا خود بسیار تزکیه میکنن، تخلص خود میمانه جنتی، فردوسی، متقی، فهمید؟ یعنی نجات یافته، شهید. نگوین. همین کلمه که تو استعمال میکنی ای بسیار بیادبی هست. تو خودت خود شهادتنامه جنت نتی. در بین صحابه یک تعداد، کلشان رسول الله صلی الله علیه و نداد. رسول الله صلی الله علیه و سلم یک تعداد صحابه را که بشارت به جنت داده بود، و هم به اساس وحیه. اما دیگرها را بسیار احتیاط میکرد. صحابه بسیار احتیاط میکرد. یک تابعی میگه من تقریبا 30 نفر صحابه را ملاقات کردم، میگه کلشان سر ایمان خود میترسیدن. انما اعمال بالخواتیم، که خاتمه ما خراب نشه. بسیار میگه میترسیدن. حالا بسیاری کسا را ببینی که در زندگیش اختطاف چی، مثلا دزد، کمونیست، شاگرد لینن، شاگرد مارکس، باز خوب دیندارا را سلف باز میگن شهید فلانی. در اینمی کلمت را الله محاسبه میکنه در روز قیامت. میگه تو کار الله را میکردی. یا آیت قرآن گفته بود فلا تزکوا انفسکم، شما خود تزکیه نکنین. نگوین که من جنتی هستم، من فلان هستم، بیا من خود جنت هستم، بیاین که دستهای مرا ماچ کنین، من خود جنتی هستم. الله میگه فلا تزکوا انفسکم، خود تزکیه نکن. دست تختم تا کجا گندگی رو زدی، سر ما ماچش میکنی.
بگی دست مرا ماچ کرده برین، خودش دیگه شیشته و مردم باید دیگه دست زیر ماچ میکنه. همین نفر که دست خدا به مردم میده که ماچ بکنن، همین خودش خدا تزکیه کرد نه؟ یعنی من خود جنتی هستم. یک جای رفتیم یک از دیگه مرا میگه بده دست من که من از قلب میمانه در قلب تو داخل بکنم. تو چی خبر که قلب تو چند فیصد ایمان داره؟ الله میگه فلا تزکوا انفسکم. ببین ادب با قرآن، ادب با الله است. خدا تزکیه نمیکنیم. امیال به نظر من شما هر کدامتان از مکه 1000 مرتبه پیش الله مقامتان بلندتر است. ما که خدا میشناسم، گناهگار، عاجز، بندی، محتاج. از این خاطر هیچ خوش ندارم که از به کلی خدا بر من خم کنه یا دست من ماچ بکنه. دست من چی کمال داره؟ خودم گناهگار از دوزخ میترسم، بر تو دست خدا بدم که تو دست من ماچ کن. ها؟ این حال اینجا چی هست؟ فلا تزکوا انفسکم. شما خدا تزکیه نکنین. هو اعلم بمن اتقى. الله بسیار خوب میدانه که کی تقواست با تقواست. ما خاطر 2 دقیقه میبینم امیاله. خدا هم 11 به شب در کدام فساد مبتلا بودی، 12 به شب خدا چی کارا میکردی، تنها که باشی چی کارا میکنی. واعظان که این جلوه بر محراب و منبر میکنن، چون در خلوت میروند کارای دیگر میکنن. حالا بسیاری کسا را ببینی که در سر منبر بسیار خوب چیغ میزنن، تنها که من الله با حالت از اونا با خبر است که چی کارها میکنه. خب کل ما گناهگار هستیم، گناه های صغیره هست، گناه های کبیره هست. نمی سرک که میبره کلش گناه هست. واسه دیگه خدا میگه که من بسیار با تقوا هستم، جنتی هستم. در اعراف هم که بانی ما را شکر الله را بکنیم. اعراف از دوزخ بترسیم. از صراط تیر شده میتونی که قنطره تمام رو سر مردم رشخند زده میری. کسایی هست که از سر پل صراط و قنطره تا جنت، من قال لا اله الا الله دخل الجنه، میگه اونجا میدان حشر است و اینجا جنت است. تو که از حسابت ایمانت خوب پوره شد، اگر دوزخی بود خزم راگه که اینجا دروازه دوزخ باز میشه قلب مدرایه. اگر نه که ایماندار بوده دیگه آمنت بالله و ملائکه و کتبه و رسوله و الیوم الاخر کلش خوب صحیح تیر کردی، البته میگه برو از پل صراط تیر شد. اینجا میگه کسایی که ایمان خدا تیرام کردن، بعضی کسا در 1 ثانیه به جنت میره، بعضی کساست میگه 10,000 سال در پل صراط میمونه. و در پل صراط کمی 1 دقیقه بان کفای پایت در میگیره و قلب در دوزخ میفتی. به جنت میری خود 10,000 سال بعد. این بسیار خطرناک است. الله میگه فلا تزکوا انفسکم. شما خدا تزکیه نکنین. خدا نگوین که من جنتی هستم، خدا نگوین که من شهید هستم، خدا نگوین یا دیگرها را فوراً در دست هر کس. حال در افغانستان در دست هر کس که چی است؟ فلانی مرد. در کجا مرد؟ والا یک جای دوزی کردن رفته بودن، سرشان فیر شد مرد. نشته کو شهید. دزد؟ نه دزدشان نشته نکن. اختطافچی؟ نه نکن. غلام؟ نه ایشان نشته نکن. نه خلاص. آسان ترین کلمات چی شدن؟ نه. الله میگه تزکیه نکنید. امی عمر رضی الله عنه را نشته کردن شهید عمر ابن خطاب.